های اوریوان، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز در خدمت شما هستیم تا با علائم و نشونه های سحر و جادو آشناتون کنیم که مثلا ببینید آیا شما جادو شدید یا نه. ولی قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم باید به یه سوال مهم جواب بدیم. آیا واقعا سحر و جادو وجود داره و اثری روی آدما میذاره؟ باید تو یه کلمه بهتون بگم که بله، سحر و جادو واقعیه و روی آدما اثر میذاره. توی قرآن هم در آیه 102 سوره بقره از سحر و جادو در یهود و بنی اسرائیل گفته شده و این که تاکید دینیشه که سحر و جادو آقا وجود داره. ولی جالبتر از اینا اینه که علم هم ثابت کرده اینو، یعنی علم هم ثابت کرده که سحر و جادو وجود داره و اثر میذاره. یعنی الان علم هم برای سحر و جادو توضیحی داره. و الان شما مثلا میرید پیش دعانویسی، جادوگری، جنگیری چیزی مثلا میخواید واسه کسی دیگه جادو و دعا بنویسید، بهتون میگه که برو یه تیکه از موشو بیار، یه تیکه از مثلا ناخونشو بیار، یه چیشو بردار بیار که مثلا یه دی ان ای توش باشه. الانم توی دانشگاه هارتمت اومدن یه آزمایش انجام دادن. یه تیکه از سلول یه شخصی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشتن، خود اون شخص هم گذاشتن توی یه اتاق دیگه. حالا به این شخص چیکار کردن؟ مثلا صحنه‌های عجیبی نشون میدادن، مثلا یه تیکه صحنه غمگین نشون دادن، مثلا یه فیلم غمگین واسش گذاشتن، یه صحنه اکشن نشون دادن. و آقا اینا چی دیدن؟ اینا اومدن ارتشاءات دی ان ای رو بررسی کردن. مثلا توی یه اتاقی که اون شخص بوده، حال و هواش مثلا با صحنه‌هایی که بهش می‌داشتن عوض می‌شده، ارتعاشاتش عوض می‌شده. توی یه اتاق دیگه که دی ان ای اون شخص وجود داشته، یه سلولی ازش وجود داشته، ارتشاعات اون دی ان ای هم تغییر می‌کرده. و الان فهمیدیم که کاملا سحر و جادو واقعیه و یه تئوری توطئه نیست و کاملا تاثیر داره. حالا که شما این ویدیو رو دارید نگاه می‌کنید، مثلا میدونید دیگه الان سحر و جادو وجود داره و وقتی روی این ویدیو کلیک کردید حتما مثلا فکر کنید که از شما رو سحر و جادوی چیزی کرده، میخواید علائمش رو ببینید آیا سحری جادوی چیزی شدید. قبلش باید اینو بهتون بگم که هیچ وقت میشه دعانویس نرید اگه مثلا حس کردید مثلا سحری جادوی چیزی شدید. آقا اصلا دعانویس کارش چیه؟ کارش دعا نوشتن برای من و توه، مثلا پول میگیره، مثلا روزمره زندگیشو مثلا اینا رو با دعا نوشتن برای من و تو میگذرونه، از این کار کسب درآمد میکنه. و اگه شما پیش اینا برید، حتی اگه مثلا بیماری ماورایی هم نداشته باشید، هیچ سحری نداشته باشید، خب اکثریتشون به شما میگن که دارید تا براتون دعا بنویسن و پول خوبی ازش در بیارن. نمیگم همشون اینجوریان، ولی خب اکثرا اینجوریان و اینجوری شما پولتون رو به باد میدید. ولی فقط به پول اینجا ختم نمیشه. از رسول خدا حدیث داریم که هر کس پیش این افراد بره شرک کرده، انگار که رفته جنگ با خدا. حالا یه سری افراد هستن که مثلا روحشون رو تقویت کردن، واقعا عالمن، دانان، سر در میارن، حالا پیش اونا برید مشکلی نیست. حرف ما با کساییه که با جن و اجنه در ارتباطن و کارشون با جن و اجنه است و از اون طریق به شما میخوان کمک کنن. وقتی شما پیش اینو افراد برید، از پیامبر همین الان واسهتون حدیث خوندم، انگار رفتید جنگ با خدا و شرک بزرگی انجام دادید. توی تفسیر بیان السعادت به نقل از امیرالمومنین می نویسه که هر کی بخشی از سحر را بیاموزد، خواه اندک و چه خواه بسیار، کافر شده است و این آخرین عهد او با خداست که از آن به بعد از خدا جدا خواهد شد و شرعی چنین کسی مساوی با قتل است، البته که دروازه های توبه همیشه بر روی او باز است. آقا داره چی میگه؟ داره میگه که هر کس چه کم و چه بسیار بخواد بره این علومو یاد بگیره، کاملا از خدا دور میشه و مجازاتی همچون قتل بر گردن اوست. حرف من نیست، حرف امیرالمومنینه. حالا بعدش هم نوشته دروازه های توبه همیشه بر روی اون بازه. هر کسی هم که این گناه ها رو انجام بده میتونه توبه کنه، البته به شرط و شروط ها. دروازه های توبه همیشه بر روی آدم ها بازه، البته توی دو حالت دروازه توبه همیشه بسته است، هیچ چیو نمیشه اون موقع توبه کردنی. کدوم حالت هستن؟ یک، وقتی که اجل آدم فرا برسه و میدونه که آخرای عمرشو داره میمیره. وقتی بدون آخرای عمر تو قراره بمیری، اون موقع هرچی توبه کنی توبت پذیرفته نمیشه. توی تمام گناه ها این مثلا هست. یک، وقتیه که خورشید برعکس غروب کنه، اون موقع هم خب پایان دنیاست و مثل اولیه. وقتی که بدون آخرای عمرت دروازه توبه به رود بسته میشه و اون موقع دیگه نمیتونی توبه کنی. ولی الان که میدونی زنده ای توبه کن.
حالا از امیرالمومنین نقل شده که روزی زنی نزد پیامبر آمد و گفت یا رسول الله، شوهری دارم که با من با خشونت و بدگویی برخورد می کند و من جادویی به کار بردم که نظر او را به خود جلب کنم. حضرت فرمود اوف بر تو باد، دینت را کدر کردی، فرشتگان خدا تو را لعنت کنند، فرشتگان نیک خدا تو را لعنت کنند، فرشتگان خدا تو را لعنت کنند. 3 بار تکرار میکنه حضرت. فرشتگان آسمان تو را لعنت کنند، فرشتگان زمین تو را لعنت کنند. 5 بار 5 بار به زن میگه فرشتگان تو را لعنت کنند. حالا که زن فهمیده چه اشتباهی کرده، میره توبه میکنه و روزا رو به روزه گرفتن مشغول میشه و شبها رو به عبادت برای رضای خدا. این روایت هم توی بهارالنوا جلد 74 صفحه 110 تا 114 روایت شده، میتونید برید ببینید. حالا فهمیدید که سحر و جادو چقدر خطرناکه. کسی که میره پیش دعانویس یه درد و درمان میکنه، ولی از یه جا دیگه 10 تا ضربه دیگه بهش وارد میشه. اصلا مثلا کسی با کسی دشمنی داره، میره براش دعا بنویسه که اصلا زندگیش بد بشه، زندگی طرف بد میشه، زندگی خودش هم نابود میشه. الان حتما میگید پس این وسط خدا چی کار است؟ من خدا اینجای حق نشسته اینا با یه دعا برن این کارو کنن؟ باید بگم که خدا به شما عقل داده، این کارو حرام اعلام کرده، گفته پیش دعانویس نرید، دعانویس نشید، این علومو یاد نگیرید. هر کسی براتون دعا نوشت راه حل هایی بهتون داده که بتونید جلوگیری کنید. طبق همون قرآن میگه اگه ایمانتون به خدا قوی باشه، این افراد هیچ تسلطی بر روی شما نمیتونن داشته باشن، هیچ دعانویسی نمیتونه روی شما کار کنه اگه ایمان درست و قوی داشته باشید. حالا بذارید یه مثال خیلی ساده بذارم که قضیه رو بفهمید. شما چند تا شیر رو داخل قفس تصور کنید. این شیر مشکلاتی هستن که قرار مثلا با دعا نوشتن به سراغ شما بیان. دروازه هم که همون در قفسه میشه دعانویس. حالا شما میخواید برید برای یه شخص دیگه دعا بنویسید. شما بیرون این قفس یه آدمید. شما وقتی میرید پیش دعانویس که در قفس رو به چی تشبیه کردیم؟ به دعانویس. مثلا شما میرید این در قفس شیر رو با میکنید، مثلا برو سراغ اون کسی که باش مشکل دارید تا شیر رو به اون آسیب بزنن. این کار اصلا منطقیه؟ نه. شیر درنده است، شیر بیاد بیرون تو اونو با هم یکی میکنه. این هم دقیقا میشه همین. یه شخصی میره برای شخص دیگه دعا مینویسه، مثلا اونو به مشکلات بندازه، اونو به مشکلات میندازه، هیچ خودش هم تو مشکلات میفته. به نظرم یه مثال ساده و جالبی بود، گفتم بهتون بگم. خب حالا نشانه های جادو و سحر چی؟ از کجا بفهمید؟ آیا شما جادو شدید، کسی واسهتون رفته دعا بنویسه و الان اسیر سحری هستید یا نه؟ چند تا علامت داره. اگه شما مثلا بدون هیچ دلیل خاصی یه دفعه وارد مشکلات شدید، مثلا هیچ دلیل خاصی نداشته، زندگیتون رو داشتید خوب و راحت می‌کردید، یه دفعه خود به خودش خودتون هم نفهمیدید چه جوری وارد مشکلات شدید، احتمالاً سحر شدید. اگه خواب راحتی ندارید و مدام موقعی که میخوابید کابوسای وحشتناکی میبینید، این هم یکی از علائم سحر شدن و جادو شدنه. و مثلا همش پشت سر هم نه، مثلا امشب خوابای بدی دیدید، دوباره 2 روز بعد وحشتناک، مثلا نمیتونید درست حسابی بخوابید. کسی که سحر میشه خواب راحت ازش گرفته میشه. اگه به تنهایی علاقه زیادی پیدا کردید، دوست ندارید بیرون برید، دوست دارید همیشه تنها باشید، اگه از اول درونگرا بودید بحثش جداست. اگه خیلی بیشتر این اتفاق افتاد و جدیدا مثلا خیلی دی علاقه شدیدی به تنهایی پیدا کردید، دوباره احتمالاً سحر شدید. چون کسی که سحر میشه نمیتونه تو اجتماع باشه، همیشه تنهایی رو ترجیح میده. ولی اگه آدم اجتماعی هستید، خب احتمالاً سحر نشدید. کسی که سحر شده نمیتونه به صدای اذان گوش بده. حالا بهتون یه برنامه میدم، اینو انجام بدید. به مدت 7 روز، روزی 4 بار صدای اذان رو گوش بدید. حالا تو مسجد، تو خونه، تو گوشیش فرقی نداره. به مدت 7 روز 4 بار در روز این کار انجام بدید. اگه مثلا موقعی که اذان پخش میشه احساس خفگی پیدا میکنید، سری میخواید تموم بشه، دیوونه میشید، احتمالاً سحر شدید. حالا کسی که سحر بشه یه بار هم نمیتونه حالا به اذان گوش بده. حالا چرا میگم 7 روز به مدت 4 بار؟ چون ممکنه جن شما مقاومت کنه و دفعه اول خودش رو نشون نده، ولی هرچی این روند تکرار بشه معلوم میشه آیا مثلا جادو شدید، سحر شدید یا نه. مثلا اینم درجه بندی داره. مثلا اگه اذان میذارن، مثلا هی میخواید زود تمام شه، اعصابتون خورد بشه، مثلا سحری که شما رو گرفته ضعیف بوده.
حالا مثلا نمونه هایی هست که مثلا وقتی اذان پخش میشه طرف احساس خفگی پیدا میکنه، نمیتونه نفس بکشه، میخواد کله‌شو بکوبه به دیوار. این یعنی سحر قوی داره و جادوی بدی به جونش افتاده. مثل قرآن کسی که سحر شده نمیتونه به صدای قرآن گوش کنه یا قرآن بخونه. حالا پیشنهاد من به شما اینه که دوباره به مدت 7 روز روزی 1 بار مثلا چند دقیقه به آیات سوره بقره گوش بدید. این آب رو آتش میمونه. مثلا خودتون روزی چند دقیقه سوره بقره رو بخونید یا به صوت قرآنش گوش کنید. اینم باز اگه احساس خفگی کردید، نفستون گرفت، احتمالاً دوباره سحر شدید. سحر چی؟ و این بود از این ویدیو. اگه میخواید یه ویدیو بسازم چجوری اگه سحر شدید سحر رو باطل کنید تو کامنت ها بگید، حتما میسازم. و با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. خداحافظ.